شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. وقتی نماز خوان پیغمبر خدا میگوید بالای گوشه زمین می ایستد و نیت میکند برای ادا کردن نماز. وی همچنان از گو پیغمبر که دروازه پروردگار را میزند. وقتی دروازه پروردگار که زده شد، این معروف و مشهور است که هر دری که کوفته شود و البته گشاده می شود. شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. روز از روزها این نماز شما اون دروازه را گشاده میکند. خوش به حال اون بنده که دروازه پروردگار برای او گشاده می شود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. پیغمبر خدا میگوید ای بندگان خدا، روز قیامت وقتی که شما زنده گردانیده می شوید، اول ما یحاسب به العبد، اولین محاسبه شما، اولین حسابات عمر شما از نماز سر می شود. از بنده پرسیده می شود آیا نماز در دنیا خواندی؟ فإن صلحت، پیغمبر خدا میگوید وقتی که اگر نمازهای شما با صلاحیت باشد، یعنی نماز باشد که تو از ذوق خوانده باشی، از شوق خوانده باشی، نماز باشد که از برای خدا خوانده باشی، فقط افلح و انجح. پیغمبر خدا گفت که این انسان وقتی که از حساب نماز که اگر نجات یافت، دیگر آینده حسابات این بنده نیک می شود، آسان می شود. ولکن در دوام حدیث پیغمبر گفتند اگر گفتند و این فسدت، اگر نماز باشد که نه برای خدا باشد، نماز باشد که تا که مسجد روم برای وقتی خدمت گذرانیدن، یا رفتن نماز خانم تا که مردم مرا گوید که نماز خواند، اگر با این نیت آمده باشد، پیغمبر گفتند خاب و خسرت، ناامید شد و ذلیل شد و خار شد. پیغمبر خدا چی گفتند؟ از نماز تا نماز، نمازهای 5 وقته که داریم بامداد ادا کردیم تا نماز پیشین، نماز پیشین ادا کردیم تا نماز عصر. اگر در بین همین نمازها رسول اکرم میگوید یا از جمعه تا جمعه، شما جمعه را خواندین، جمعه گذشته را تا این جمعه، رمضان سال آینده را گرفتید تا این رمضانی که در ماه اکتبر می آید، هر گناهی که شما کرده باشین مکفراتون، خداوند همه اینا چیکار کرد؟ نابود کرد. اذا اجتنبت الکبائر، اگر شما دیده و دانسته گناه کبیره نکرده باشید، گناه های کلان اگر دست با قصدن نزده باشید، خداوند در بین این 5 وقت نماز، در بین رمضان تا رمضان، در بین جمعه تا جمعه، گناه های شما را خدا مغفرت میکرد. با احترام چی؟ با فضل چی؟ با فضل نماز. وقتی شما نماز میخوانید، این گناه کرامات ها را خداوند بر شما نصیب میگرداند. میگوید یک اعرابی نزد رسول اکرم آمدن. اعرابی گفته یک آدم کوهستانی، یک آدمی که در کوه زندگی میکند، آمدن از پیغمبر خدا چی گفتند؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. پیغمبر خدا، من میخواهم از تو یک عمل را شنوم، یک عبادت را شنوم که اگر وی من انجام دهم دخلت الجنه، روز قیامت بی حساب و بی کتاب وارد جنت شوم. کدام عمل است؟ پیغمبر خدا را نظر کنین. با این عمل ها اگر کدام ما و شما عمل کنیم، ان شاء الله
اون مکافاتی که پیغمبر با این اعرابی با این کوهستانی وعده کرد ما و شما هم نائل میشویم، یعنی وارد جنت میشویم. رسول اکرم گفتن تعبد الله ولا تشرک به شیئا. یکم گفتن ای کوهستانی، ای اعرابی، اگر تو خواهی که روز قیامت به حساب و به کتاب وارد جنت شوی، رسول اکرم گفتن یکم چیزی که روز قیامت شما را نجات میدهد این چی است؟ این به خدا شریک نیارید، شرک در خدا نکنید. دوم چی گفتن؟ و تقیم الصلاة. ای اعرابی، ای کوهستانی، دوم وظیفه تو این است که 5 وقت نماز ادا کن. نگو من در کار مشغول هستم، نگوی که من وابسته مصیبت هستم، نگوی که من بیمار هستم. در همه حالت در گردن تو نماز فرض است. 5 وقت نماز ادا کن. و تؤتی الزکات المفروضه. سیوم عملی که تو را گفت ای کوهستانی، پیغمبر گفتن وارد جنت میکند این مالدار باشی، از مالت زکات بده. و تصوم رمضان. 4م عملی که تو را وارد جنت میکند این از ماه مبارک رمضان روزه بدار. قال والله لا ازید علی هذا. کوهستانی عجیب گپ گفتن پیغمبری خدا انجام دادی تمام، با شریک نیاوردن خداوند، با 5 وقت نماز، با دادن زکات، با روزه گرفتن من وارد جنت میشوم؟ پیغمبر گفتن بله وارد جنت میشوی. او قسم به خدا که از این 4 عمل دیگر عمل نمیکنم. فلما ولا، راوی حدیث میگوید وقتی این کوهستانی پشت گردانید و از مسجد بیرون شد، پیغمبر چی گفت؟ من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا. ای صحابه های من گفتن کدام شما اگر بخواهید که مردک جنتی را ببینید رفته انهمی را زیارت کرد که این جنتی است. این مرد که الحال از مسجد ما بیرون شد و این وظیفه ها را برای خود ابدی گردانید، رفته زیارت کنید که این مرد جنتی هست. در برابر او کدام از ما و شما هم این عملهای اون مرد کوهستانی را اگر انجام دهیم، انشاءالله ما و شما هم چی میشیم؟ از اهل جنت میشیم. لیکن نماز چگونه باشد؟ نمازهای ما و شما باید که چنان نماز باشد که آرامیش داشته باشد، رکوعهای دراز داشته باشد، سجده های دراز داشته باشد. این نماز در نزد خدا قبول است. بخاری روایت میکند در صحیح بخاری از حذیفه ابن یمان، میگوید که همین حضرت حذیفه ابن یمان رأى رجلا یصلی ولا یتم رکوع الصلاة ولا سجودها. میگوید همین حذیفه باری میگوید نگاه کرد که یک مرد نماز میخواند مثل نمازخوانی های ما و شما واری، رکوع تیز دارد، سجده تیز دارد، بی نهایت تیز نماز میخواند. حضرت حذیفه که صحابه پیغمبر بود گفتند، این مرد گفتن نزد من بیا. وقتی نماز تمام کرد گفت منذ کم سنتا تصلی هذه الصلاة، این نمازی که الحال تو خواندی چند سال شد که همین خیل نماز میخوانی؟ قال منذ 40 سنتا. گفتن حضرت حذیفه من 40 سال شد که انا همین گونه نماز میخوانم. حضرت حذیفه چی گفتند؟ ما صلیت منذ 40 سنه شیئا. ای برادر گفتند تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت علی غیر فطرت محمد علیه السلام. اگر گو با همین احوالی که تو نماز خواندی، اگر با این گونه حالت از دنیا میگذشتی، تو حتی که در ملت محمد نبودی صلی الله علیه وسلم. این نماز گفت نماز نیست. نماز این عبادتی هست که بخاری میگوید یناجی ربه. در داخل نماز وقتی انسان می ایستد همچنان تصور کند که پروردگارش را مناجات دارد، پروردگار با او متوجه می شود، نماز او را تماشا می کند. یکی از اصحاب پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید یک شب میگد مسجد در آمدم، نگاه کردم پیغمبر خدا نماز میخوان، شوقم آمد، ذوقم آمد، هوس کردم از پس نماز، از پس رسول اکرم نماز خوانم. آمدم نیت کردم
نگاه کردم که رسول اکرم سوره بقره را آغاز کرد. میدانیم بقره 286 آیت است و رسول اکرم قرآن را با ترتیل و با تجوید میخواندند و بسیار شیرین میخواندند و ملایم میخواندند، آهسته میخواندند. میگوید این صحابه میگوید وقتی که خواند 100 آیت بقره را خواند، فکر کردم که الحال پیغمبر رکوع میکنه. نگاه کردم که دوام داد، 200 آیت خواند از بقره. خواستم الحال رکوع میکند، باز پیغمبر خدا دوام داد، بقره را انجام داد. 3 بار گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. پیغمبر گفتن و باز فکر کردم صحابه میگوید که الحال رکوع میکند. رسول اکرم میگه در آل عمران در آمدن، سوره آل عمران در آمدن. آل عمران 200 آیت است. رسول اکرم میگوید وقتی این 100 آیت خواند، صحابه میگوید که من مانده شدم، نماز سلام دادم، از نماز بیرون شدم. لیکن رسول اکرم نظر کردم آل عمران خواند 200 آیت. بعد آل عمران باز گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. در مائده در آمد. سوره مائده 120 آیت است. حضرت 120 آیت میگه خواندن، بعد در رکوع رفتن. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و بحمدی و هر گونه تسبیحات. میگوید پیغمبر خدا دراز رکوع کردن، باز راست شدن، باز در سجده رفتن، چه تسبیحات زیادی گفتن. از جای خود خیستن، میگوید باز دوام دادن، از دوام قرآن باز گرفتن، سوره انعام سر کردن. رسول اکرم میگوید این سوره انعام هم خواندن. در 2 رکعت نماز این صحابه میگوید پیغمبر 5 پاره قرآن خواندن، 5 پاره قرآن. وقتی میگن نگاه میکردم پایهای پیغمبر ورم کرده بود، زانوها مثل زانوهای شتر ورم کردگی بود. وقتی میگه از رسول اکرم پرسان کردیم پیغمبر این قدر مشقت تو حس نمیکنی؟ رسول اکرم میگو وقتی که در دل انسان نماز لذت میبخشد، دیگر مشقت به یاد او نمیزنه. انسان دیگر تصور نمیکند که من در نماز هستم. وقتی که لذت نماز، لذت عبادت خدا در دل او جایگیر میشود. این است نماز، این است ترتیب نماز. باید ما این گونه البته نماز خوانیم. از این خاطر از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که از نماز جدا نباشین، زیرا نماز این مغفرت گناه شما است. این حدیث پیغمبر خدا است که راوی این ابو هریره است. ابو هریره را پیغمبر چی گفته بود است؟ گفته است ای ابو هریره، اگر در نزد خانه شما گفته است یک دریای گذر کند، یک حوض گذر کند، تو در داخل این حوض در یک روز 5 بار غسل کنی، 5 بار آبازی کنی، هل یبقى من درنه شیء، آیا از چرک در بدن تو چیز باقی میماند؟ گفتن یا رسول الله 5 بار در یک روز وقتی من آبازی میکنم، البته از چرک در بدن من چیزی نمیماند. ما شما امروز 5 بار اگر آبازی کنیم، آیا در بدن ما چرک میماند؟ نمیماند. رسول اکرم گفتن که این است مثالی گفته از 5 وقت نماز. اگر کدام شما گفته از 5 وقت نماز خوانیم، همچنان است که شما در دریای مغفرت آبازی کردید، در دریای مغفرت گناه شما غسل کردید و خداوند گناه های شما را چیکار میکند؟ تازه میکند و پاکیزه میکند.